الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارک الله فیکم. باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 18 از شناخت خوارج و کشف شبهات اونهاست. برادران و خواهران عزیز، ما در 2 حلقه گذشته وقتی که به حلقه 16 و 17 نظر کنید، به شما باز فهمانی شود که وقتی خوارج الجدید را شروع کردیم گفتیم خوارج های جدید هم 3 نمود هستند. خوارج های جدیدی که امروز در زمان ما یا خوارج های زمانه ما بگیم، خوارج ها در زمانه ما که خوارج های همون قدیم هستند، خوارج هایی که امروز زندگی میکنند هستند، لیکن همان دوام خوارج های قدیم، عقیدهشان مثل خوارج قدیم است و اینها رو بیان کردیم در حلقه 16. در حلقه 17 به شما بیان کردیم که دومین نمود خوارج در این زمانه ما جهمی ها از رافضه، از قبوری، صوفی، غلات، از اشاعره و ماتریدی، از حزبی ها، مداخله، عازری ها که یا علماء السوء و الطواغیت که اهل سنت را، موحدین را خوارج گفته تکفیر میکنند، اهل سنت را به خاطر توحید تکفیر میکنند. اینا خوارجند، از جانب جهمی، از جانب خوارجند والعیاذ بالله، بدترین گمراهی را جمع کرد. اما در این زمانه ما سومین نمود خوارج وجود دارد. در این زمانه ما اول خوارج قدیم هم وجود داشته است، دوم جهمی هایی که اهل سنت را تکفیر میکنند اینا هم خوارج بودند، سومین نمود خوارج در زمانه ما اینها را خوارج الجدود میگیم، خوارج های نو. اینها خوارج های قدیم نیستند، نو هستند، تورمین خوارج هستند. اینها فرق دارند از 2 خوارج گذشته ای که در این زمان وجود دارند، یعنی 100% مثل خوارج القدیم نیستند. اینها حتی خوارج الجدود حتی به گناه کبیره تکفیر نمی کنند. خوارج الجدود به گناه کبیره تکفیر نمی کنند اکثرشون. و این چنین خوارج الجدید جهمی ها هم نیستند، یعنی اینها جهمی نیستند، در باب اسما و صفات جهمی نیستند، یا اینها را ما قبوری، رافضه، حزبی مدخلی نمیگیم. این خوارج الجدود نه از جهمی ها هستند و نه 100% از خوارج القدیم. در باب گناه کبیره مثلا خوارج القدیم بر این نیستند. در مسئله انکار حضرت علی و معاویه به مانند خوارج قدیم نیستند. در قصه مسئله حضرت اهل سنت این واقعه را جواب میدن، یعنی واقع بینیشون در مسئله حضرت علی و معاویه به مانند اهل سنت است، به مانند خوارج نیست و این چنین به گناه کبیره تکفیر نمیکن. اساسی چیزهایی که در خوارج القدیم بود، اما در باقی عقیده ها و بخصوص در باب تکفیر اینها تمام بدترین عقیده های خوارج القدیم را دارند و باز خودشون هم اضافه زیادتی به این عقیده داخل کرده است، به مانند تکفیر بالعموم که در خوارج های قدیم نبود، اینها داخل کردن. خوارج زمان خیلی گفتیم اینها نه جهمیند 100% و نه خوارجند، یعنی نه خوارج قدیمند. برای همین علما نام اینها را خوارج زمانه ما خوارج جدید، خوارج نو یا خوارج ساوری نمی‌داشت. فهمیدید نام اینها؟ ما وقتی که درباره 2 خوارج دیگری که در این زمانه هست صحبت کردیم، اینها را خوارج الجدید نگفتیم، خوارج‌هایی که در زمان ما هست، اما اینها خوارج جدید است. اینها همه عقیده های
فرقه های خوارج را هم محکمه را دارند در باب تحکیم، هم نجدات عقیده‌اش دارند، هم عبازی هم دارند، هم اجاریده هم بویسیه. از هر یکی این فرقه ها عقیده هایش را دارند و باز خودشون هم اضافه کرده هستند. از جانب باز بعض کارهای خوارج رد میکنند. اینها خوارج دیگرند، خوارج زمانه ما اند، ولی بالاخره خوارجند. امروز برای اهل توحید شبهات کدام نمود از خوارج خطرناکتر است؟ در این زمان ما سه نمود خوارج است. خوارج های قدیم، بعد از این جهمی هایی که اهل سنت رو تکفیر میکنند، خوارج های جهمی قبوری و خوارج جدید. از همین سه طایفه خوارج هایی که در این زمان هستند برای موحدین خطرناکترینش کدام است؟ انا همین سوم طایفه خوارج ها خوارج جدید است، خوارج نو است. برای چی؟ برای اینکه خوارج القدیم را مردم وقتی میبینن که به گناه کبیره تکفیر کرده ایستاده است، اکثر مردم یک و یک باره از این چنین مذهب، اندیشه، عقیده خودشون دور میگیرند. ولی هستند مردمانی که فتنه را میخواهند، خیلی قیل و قال به مشغولند والعیاذ بالله. این چنین انسان ها تا امروز هستند که حتی به خوارج القدیم پیرو میشن. به مانند اینکه بعضی از یک چند جوان ها سبحان الله پیروی کردند، حتی صحبت های ابو محمد الکردی سنی که خوارج عقیدش خوارج غلات قدیم است، خوارج غلات از غلات قدیم هست، همون رو هم گوش میکردن و باز میگفتن که ما میخوایم که حق را فهمیم. این یک احمقی، بیمنهجی و خود را به درون آتش انداختن است. چخیل میشود که خوارج گوش کرده حق میفهمد و بعد از این سخنهای خوارج گرفته آمده به طالب علم اهل سنت زنازنی میکنه و بالاخره شاید خودشون گمراه شون. والله اعلم. آدم هایی که کمی از دین با خبرند، کمی دلشون و توحیدشون میسوزد، کمی میخواهند که خودشون را دینشون را احتیاط کنند. این منهج است. یعنی برادران و خواهران موحدی که در منهج هستند هرگز سخنهای خوارج قدیم را گوش هم نمیکنند، به مجلس اونها نمیروند، از اونها براءت میکنند، اصلا اونها را نه گوش میکنند نه صحبت میکنند. و این چنین جهمی ها برای موحدین معلوم و مشهور است. جهمی ها نمیتواند که موحدین را، صادقین را، کسانی که از منهج اهل سنت و الجماعت با خبرند، به شبهه در باب تکفیر موحدین گرفتار کنند. یعنی صوفی، حزبی، رافضه، مدخلی وقتی که میگه که شما موحدین خوارجید، اینید آنید، این برای یک موحد و برای کسی که منهج را با خبر است این هیچ شبهه نیست. یعنی اینها هیچ کار کردن نمیتوانند. به موحدین این جهمی های خوارج تأثیر گذارانده نمیتوانند. اما این طایفه سوم، این خوارج های جدید که اینها نه خوارج خودشون را نه از قدیم و نه به گناه کبیره تکفیر میکنند و غیره و غیره و نه این چنین از جهمی ها نیستند. اینها خودشون را البته همه این طایفه خودش را اهل سنت میگن، لیکن اینها اگر علم نداشته باشد از اهل سنت جدا کردنتون مشکل است. زیرا که در باب اسما و صفات، مثلا در باب اسما و صفات اهل سنت است، در باب احترام صحابه، فضائل الصحابه رضی الله عنهم اهل سنت است، در باب بارک الله فیکم اینکه بعضی از منهج‌های اهل سنت و الجماعت اهل سنت است، اهل سنت است در این یک قسمی مسائل. اما مشکلی این خوارج الجدید اساساً خاص در یک مسئله است. اینها در باب تکفیر غلو کردند. این خوارج الجدید
خواریچ‌های نو این همون جوانهای خردسال، جوانهایی که نو دندان برآورده شدند. یعنی حدثاء الاسنان به این معنی که جوانهایی که نو به جوانی رسیده، بین 15 تا 30، یعنی خیلی جوان است. علم آموختگی نیستند. سفهاء الاحلام، از یگان علما علم آموختگی نیست. جوانهای بی علم، خود آموز، خودشون بعضی کتابای گرفته آموختند، عربی را هم نمیدانند، منهج هم نمیدانند. عربی دانستن فقط کفایه نمیکنند، زبان عربی هم باید به منهج دانید. برای همین اسماعیل بن سعید الدارمی به بیشتر میگن ان لم تحسن لغه العربيه فسل عمن يحسنها ثم تكلم. انا منها همین جوانهای بی علم، بی عقل خروج میکنند به موحدین، موحدین را تکفیر میکنند، خروج میکنند به مسلمین، مسلمان ها را تکفیر میکنند به سبب غلو و جهل. به کدام سبب این جوان ها مسلمان ها را تکفیر میکنند؟ دو چیز: غلو میکنند در باب تکفیر و جاهل هستند در باب دین، در همه مسائل دینی جاهلند و بخصوص در اصول دین، در واجبات معلوم دینی بزرگ و فروعات و در باب ایمان، توحید و تکفیر جاهلند. انا منها می آیند در مسائلی که تکفیر به لوازم کرده نمی شود، تکفیر باللوازم میکنه، تکفیر باللازم میکنه. در مسائلی که تکفیر باللازم نیست، تکفیر باللازم میکنه. البته هست در بعضی مسائل تکفیر باللازم، یکی مطلق نیست. تکفیر باللازم مطلق نیست، اما در نزد این جوان ها تکفیر باللازم مطلق است. تو یک سخن رو نگفتی، تو دیگر سخن رو گفتی، سخنی تو رو کشاله کرده به دیگر طرف برده، تکفیر میکنه. یعنی ببین، سخنی که یک انسان گفت، ظاهر سخن کفر اکبر نیست، ظاهر سخن کفر اکبر نیست، اما می شود که همین سخن را لازمش را نتیجه و لازم این را برده از دیگر طرف تکفیر کنید، نه به جانب خوبی و به جانب بدی برید، اینها به لازم تکفیر میکنند. سخنهای مجمل را به لازمش تکفیر میکنند. در همه حالت این درست نیست. بارک الله فیکم. و انا همینها تکفیر با تسلسل، زنجیره تکفیر میکنند. در مسائلی که اختلافی است، در یک مسئله اختلافی تکفیر میکنند، بعد از این عذریه تکفیر میکنند، عذر این آن میرود. حالا آن که عذری هرگز در مسئله اختلافی تکفیر کرده نمیشه. شما این منهج خوب در یادتون داشته باشید. عذری حکمش همان وقت است که عذری عذر بدهد در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر مجمع علیه، یک شرک اکبر و کفر اکبری که مجمع علیه است، انسان ها واقع شدند، عذری آمده عذر میدهد. در این مسئله حکم عذری معلوم است، علم داشته و فهمیده باشد مشرک میشد. اما وقتی که آدم ها واقع شدند در مسئله های کفر و شرک مختلفی، در این مسئله یک کس عذر داد و یک کس نداد، در این مسئله حکم عذری وجود ندارد. عذری در مسئله مجمع علیه هست، در شرک و کفر اکبر مجمع علیه هست. عذری در مسئله مختلفی حکم عذری وجود ندارد، زیرا که مسئله مختلفی است. قسم این اینجا یک کس کافر میگه، قسم نمیگه. مهم این است که در مسائل مختلفی قسم کافر گفتن و قسم نگفتن نباید همدیگر را تو خوارج تو جهمی بگن، نه.
در بالا یک آدم اختلاف شد، در بالا یک طایفه اختلاف شد که زیرا که کفرشون مختلفی بود، ظاهر نبود، خفی بود و غیره. قسم دید و قسم ندید. اما خوارج باشن در مسائل مختلفی هم تسلسل در تکفیر میکنن، نه فقط آذر، نه فقط آدم دوم، سوم، چهارم، پنجم. یعنی مسئله های مختلفی رو به مانند مسئله مجمع علیه می حسابند. در نزد این جوان ها فرقی نیست که این مسئله مختلفی هست، مختلف اختلاف شده است در بالش، یا مسئله اجماع شده است، فرقی نیست. همه این مسئله در نزد اینها به مانند اجماعی است. برای همین در جایی که نباید تکفیر کنند، در جایی که اختلافی است، نباید تسلسل تکفیر کنند، اینها میکنند. و این چنین انا همین خوارج‌های جدید، جوانهای جاهل غلو کرده در تکفیر، بدعت‌های را به وجود آوردند و ساختند و بافتند که هیچ کسی پیش از اینها نگفته بود، حتی خوارج قدیم هم نگفته بود. و انا همین ها برای موحدین خطرشون امروز از خوارج القدیم دیده، از جهمی ها دیده، خطر این خوارج های جدید زیادتر است، سختتر است. برای چی؟ برای اینکه اینها خودشان را در همه جانب گویا اهل سنت گرفته می آیند، در باب تکفیر که بسیار جوان ها علم ندارند داخل می شوند و مردم را مذهب اهل سنت گفته به سوی خوارجی دعوت کرده، به غلو در تکفیر می برند. یعنی این جوان ها از همه جانب به مانند اهل سنت بجز در باب تکفیر، از سبب اینکه در باب تکفیر نه جهمی علم دارد، نه خوارج علم دارد و نه جوانهای عامه، مردم عامه علم دارد. متاسفانه اکثر انسان ها در باب تکفیر علمی حق منهجی، علمی که در اساس قرآن و سنت و فهم سلفی این باشد ندارد، حقیقت را جدا کردن نمیتواند. و بسیاری این جوان ها که خودشان را به غیرت میگویند، سختی را دوست دارند و میترسند که بناگاه عاذری نشوند، میگویند و مذهب انا همین خوارج ها را گرفته روانند، اما بیخبرند، خوارج شدن بیخبرند. روز قیامت از شفاعت محروم میشوند، بیخبرند. حتی به کفر اکبر داخل میشوند، تکفیر بالعموم میکنند، بیخبرند. خودشون اهل سنت گفته میگن. ما کمتر فرق ما میگن. اگر قطعی این همراه این جوان ها صحبت کنی میبینی که مسکین است، اصلا علمی ندارد، اصلا در باب تکفیر، ایمان، اسماء و الاحکام، توحید هیچ چیز علم ندارد. حتی یک جماعت آمدن در باب تکفیر غلو کرد. با بعضیشون دعوا میکنن، این باب احتیاط میکنن، این باب ما کمتر همین خیلی منهج نامعقول کردی، به خاطر احتیاط دین الله را عوض کردن به هیچ کس حق نداره. چگونه که حزبی ها به خاطر احتیاط گفته ما آیسته آیسته اول حکومت دست میگیریم، بعد از 5 سال، بعد از 10 سال اسلامی میکنیم، گفته مشرک میشود. تو هم حق نداری که این باب احتیاط بیایی قرآن و سنت انکار کنی، تکفیر بالعام بکنی، تکفیر بالباطن بکنی و بعد از این بگویی احتیاط میکنی. و باز همین ها خودشون میگن که ما به شما یک چیز هستیم فقط در باب تکفیر. نه 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 نه، اینها اصلا به اهل سنت نیستن، اینها خوارج غلات زمانه. برای من احتیاط باید شد. این طائفه بسیارتر در درون ترمه ها به وجود آمدگی است. خیلی ما گفتیم در درون ترمه های طاغوت به دو سبب این عقیده های خوارجی به وجود میاد. سبب اول خود مسلمان ها وقتی که عذاب و مشقت میکشند و در درون ترمه ها طاغوت ها لشکرانشون ها را اذیت و آزار میدهند، از بدبینی، از الم و درد و رنج در باب تکفیر کمی زیاده روی میکنند. سبب دوم خود طاغوت ها، خود کافر ها مخصوص جوان ها را در درون ترمه ها به سبب آزار و اذیت آماده به تکفیر میکند.
و خود طاغوت ها مخصوص آدم ها را، لشکران طاغوت را آماده میکند که در همین باب تکفیر غلو کنند و مردم را به جانب تکفیر برند، یعنی گمراه کنند. برای اینکه خیلی گفتیم برای شیطان مهم این است که مردم یا جهمی شود یا خوارج شود، فرقی ندارد. مردم خوارج شود هم شیطان غلبه میکند، جهمی شود هم شیطان غلبه میکند. انا همچنین لشکران شیطان طاغوت ها هم که مردم جهمی شوند یا خوارج، مهم این است که اهل سنت نشوند. برای چی؟ برای که خوارج شوند هم همیشه پراکنده، همیشه پیش اهل سنت رو میگیرند. خوارج ها بجز کشتن اهل سنت، زدن اهل سنت، تکفیر اهل سنت، به هیچ کس دیگر کاری ندارند. حتی به تواغید گفتگی نیستن یک بار. و جهمی ها هم شما دیدید که بجز زدن اهل سنت و دفاع طاغوت دیگر کاری ندارند. برای همین طاغوت ها هم مخصوص عقیده این انا همچنین جوان ها را عقیده بگویم غلو و عقیده تکفیری را که غلو در تکفیر است ایجاد میکنه. و طاغوت هم خود میدانند که مردم بیخبر است از موضوع تکفیر و بسیاری جوان ها هم منهجی باب تکفیر را نمیدانند. از همین جهت بسیاری ها گمراه میشوند. و در بین مسلمان ها اختلاف ها وجود میاد و در اسلام مردم همدیگر کشی میکنند. مثلا به پای میرسه خیلی که در مصر یک جماعت به وجود آمد در درون ترمه، در درون زندان های مصر، جماعت التکفیر و الهجره به وجود آمد. اساسگزارش شکری مصطفی است. سال 1398 هجری 1398 هجری، یعنی تقریبا 49 سال پیش در مصر این آدم میکشند، حکومت طاغوتی میکشند. یکی شکری مصطفی در درون همون زندان ها همین عقیده التکفیر و الهجره را منتشر میکرد. تکفیر و الهجره، هر کسی که هجرت نکرد کافر است. تکفیر بالعموم و غیر. تکفیر را همراه کردن به خون مال، هر کسی را تکفیر کردی خون مالش را حلال کردی. این عقیده خوارج ها از خوارج قدیم، خوارج جدید و خوارج حزبی ها و این تکفیر کردی خون مالش حلال است. بعضی اهل سنت یمون فرقه که در این مسئله حق است فرق میگذارد تکفیر اسم و تکفیر معذب علیه. و از درون زندان ها انا همین فکری التکفیر و الهجره آهسته منتشر می شود، ظاهر می شود. یعنی اولا اینها یک انسان هایی که خودشون اهل سنت می گفتند فقط در باب تکفیر غلو کردن التکفیر و الهجره گروهشون بود و بسیاری جوان ها به همین اعتقاد و افکار شکری مصطفی مؤثر شدند و آهسته این جوان ها به هر جا منتشر شدند، به میدان های جهاد و غیره منتشر شدند و در بین جوان ها این عقیده را منتشر کردند و در میدان ها در باب مسائل قله بلند اسلام تکفیر کردن را شروع کردند، تکفیر همدیگر، قتل و کشتار همدیگر. عیناً سخن پیامبر به بالای اینها راست آمد که یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان، متفق علیه. اینها اهل اسلام را تکفیر کرده میکشند ولی اهل اوثان و بت و شرک و کفر و ضلالت را ترک میکنند و پروا ندارند. اذیت و آزار این جماعت خوارج جدود فقط به بالای صادقین، به بالای موحدین و صادقین، کسایی که به قله بلند اسلام. این خوارج ها جدود خیلی موحدین اذیت میکنند. برای همین تا زمانی که شما توحید را نآموزید، منهج را نفهمید، این خوارج ها را نمیبینید، این خوارج نمیشناسید. حتی فکر میکنید که خوارج اینچنین خوارج وجود دارد، اما وقتی که توحید آموزید، در توحید ثابت میشید، بعد میبینید، بعد اونها را میشناسید. برای چی؟ این خوبسا خوارج الجدود، این کودک ها همیشه شبهه را
به موحدین میکارند، همیشه مناظره را به موحدین میکنند، همیشه قتل و کشتار موحدین ندارند. اینها برای همین انسان صوفی باشد اینها را هیچ نمیبیند، زیرا که اینها هیچ ضدیت به صوفی، مشغول برای هدایت کردن کفریات و شرکیات صوفی، رد زدن کفریات شرکیات رافضه، رد زدن کفریات شرکیات حزبی مداخله مشغول نشدن. اینها فقط به موحدی مشغول. برای همین حقیقت این خوارج ها را هرگز جهمی ها نمیشناسند. آذری، جهمی، مدخلی، حزبی، آنها در عمر خوارج ها را نشناختند و نمیشناسند. در نزد آنها چخیلی گفتیم اهل سنت خوارج است. چخیلی که امام احمد ابن حنبل را جهمی های معتزله ها خوارج میگفت، مجسمه و این آن خوارج، در باب ایمان خوارج میگفت. یا ابن تیمیه را، یا ابن القیم را، یا محمد ابن عبدالوهاب را، خیلی که این سنت جهمی ها، این عادت جهمی ها است که اهل سنت و جماعت را خوارج میگن، اما خوارج حقیقی را نمیشناسند. این چنین این خوارج های جدید اهل سنت و جهمی میگن، هرگز پروایی به دیگر جهمی های حقیقی ندارند. طائفه ناجیه، فرقه ناجیه، طائفه منصوره، این مذهب علمی هست، مذهب منهجی است. دقایق به دقایق در تمام مسائل به علم پیش می رود، نه فقط به قیل و قال و اجتهاد و عقل. اکنون مختصرا عقیده های اینها رو یک به یک میگویم. در این حلقه ما این خوارج ها رو یعنی عموما به شما بیان میکنیم. از حلقه آینده موضوع به موضوع به اینها رد میزنیم، دلیل های اینها رو میگوییم. یعنی یک موضوع گرفته به شما فهمانده روانه میشه. از مسئله حکم بغیر ما انزل الله شروع کرده، در مسئله حکم، در مسئله تحاکم، در مسئله کار کردن در حکومت های طاغوتی، در مسئله مسائل دنیا، در مسائل مسکوت عنه. انا هر یک مسئله یک حلقگی و دو سه مسئله رو در حق حلقه ما میفهمیم که این خوارج های جدود چی عقیده دارن. عمومیات رو میگیم. بعضی از عقاید اینها رو میگویم، شاید همش رو نه، شاید در آینده با بعضی فکرها، عقیده های اونها رو با اضافه کنیم. بی‌پرواگی در تکفیر، جرأت در تکفیر، شتابکاری در تکفیر، تکفیر کردن بدون مناط، تکفیر کردن بدون مناط به خاطر خصومت، به خاطر جماعت. اینم یکی از همین علامت اینها است. هر کسی که همراه اینها نیست کافر است. هر کسی که اینها نمیشناسند کافر است. همین جرأت در تکفیر است. یعنی میگه این مردم ما نمیشناسند کافر است، به ما نیست کافر است. جرأت در تکفیر، پروا نداره. در مسائل هایی که علم نداره، نمیفهمد، تکفیر میکنه. شما گفتید این تکفیر شما حرام است، میگه که خیر این مسئله رو نفهمیدم، تا فهمیدم تکفیر کرده موندم. یعنی تا فهمیدن مسئله علمای اهل سنت، طالب علمان اهل سنت، موحدین رو تکفیر میکنه. من باب میگه که احتیاط، من باب احتیاط میگه این مسئله رو نفهمیدم، برای همون شما رو تکفیر کرده موندم. انا کو فهمیدم، انا کن از تکفیر دست میکشم. حاضر یک دقیقه. بارک الله فیکم. انا کنون دومین عقیده اینها، البته انا همین عقیده که تساهل در تکفیر است، یعنی بی‌پروایی در تکفیر، نفهمیده تکفیر میکند، ناخوان تکفیر میکند. این چیز رو من خیلی زیاد در بین جوانهای تاجیکستان و افغانستان میبینم. در مسائل مجمل تکفیر میکنند، سخنها رو نفهمیده تکفیر میکنند، به خاطر گویا که احتیاط تکفیر کرده میمانند. تکفیر کردن را بهتر از تکفیر نکردن میدانند. یعنی یک برادر مسلمانشان بود، یک سخنش نامعلوم است، تکفیر کردن را بهتر میدانند همین برادر مسلمانشان را از تکفیر نکردن. یعنی میگن که یک خطاگی کرد،
همین خطاگیش رو حالا من نفهمیده شدم که این خطاگی کفر است یا نیست. لیکن بیا من باب احتیاط تکفیر میکنیم. مسلمان وقتی که یک سخنی رو گفت که تو نفهمیدی که این به همین سخنش تکفیر میشود یا نمیشود، ظاهر سخن برای تو کفر است، اما تکفیر کردن به یقین نداری. منهج اهل سنت این است که من باب احتیاط تو نباید تکفیر کنی. تکفیر گمانی احتیاطی کرده نمیشود، تکفیر یقینا باید کرده شود. اما امروز جوانها رو میبینیم که جرأت میکنند و باز خودشون حق میگیرند با یک کبر، با یک غرور در مسائلی که نباید تکفیر میکنند و باز خودشون حق میشمرند. یعنی گویا که اینها فکر میکنند که تکفیر کردن این یک تقوا هست در همین مسائلی. در باب یک برادری که خطاگی کرد اما نفهمیدی که این خطاگی کفر است یا شرک است. برای همین ما میبینیم که در بین موحدین، در بین برادرهایی که علم ندارند همیشه اختلاف است. برادرهای مسلمان خود را در اساس بی‌علمی تکفیر کردن و باز میکنن، شرم نمیدارند. این رو میگن جرأت در تکفیر. سبحان الله، سبحان الله، خیلی عجیب است. این چیز بار دیگر میگم در بین خودی بسیاری جوانهای موحدین دیده می شود و خطرناک است. وقتی که تکفیر میکنی ما همیشه منهج میگیم تکفیر در اساس یقین است. یقینا، البته من حالا این شرح ندیم، حالا ما در آینده میرویم این بکی منهج اهل سنت در باب تکفیر چی است. تکفیر به زن به گمان کرده نمی شود، به شک شبهه کرده نمی شود، به سخن مجمل کرده نمی شود، به خطاگی کرده نمی شود. تکفیر همان وقت کرده می شود که یک انسان را انیق و دقیق کفر اکبر و شرک اکبرش رو دیدید. اگر انیق و دقیق ندیدید 50 به 50 60 به این آن بود، شما تکفیر کرده مغ ندارد. تکفیرتون غیر شرعی است. دوم است انیق دون کفر است. البته ببینید این یک مسئله دوم است که یک مسئله مهم است که الاصل فی الناس کفر میگه مطلق. حالا که این مسئله اینچنین نیست، بلکه اصل مردم اسلام است. اگر دارالاسلام باشد اصل مردم به کفر برده می شود اگر دارالکفر باشد. این به خاطر فهمیدن انسان، یک انسان مجهول الحال. در دارالاسلام یک یا سرزمین هایی که دارالکفر باشد مردمش مسلمانند غصب شد، حکومت غصب شد، یکی مردم مسلمانند. اصل در مردم اسلام است. اما در دارالکفر یا منطقه که کفر شرک منتشر شد، خیلی غالب همه در اینجا به کفر شرک رفتن، در اینجا اصل در مردم در کفر است، منطقه به منطقه. این میگن که نه، اصل مردم کفر است. همه آدمی رو که ما نشناختیم، عقیده‌اش رو نفهمیدیم، کفر میگه. اینم عقیده خوارجی جدود است. و البته این سخنها رو من از کتاب‌های علما گفته شدم، به مانند علی بن خضیر، شیخ خالد، شیخ سومالی و دیگر از مشایخ‌هایی که حمود بن عقل شعیبی و غیر از علما که در این مسائل خوارج صحبت کرده و بسیار علمای دیگر را جمع کرده. سومین، امروزه خوارج‌ها اینچنین عقیده دارند که هر مردمی که در زیر حکومت مرتدی زندگی میکنند، به مانند اینکه حاکم خودش مسلمان کافر است و مرتد است یا طاغوت است، مردمی که در اینجا زندگی میکنند و ضدیت را آشکار نکردن، آشکار خسته عداوت ظاهر نکردن، آشکار خسته کفر به طاغوت ظاهر نکردن، آشکار خسته ضدیت نکردند و آرام مسلمان آرام گشتند، همه این مردم میگه کافر است. مردمی که در زیر حکومت مرتدی طاغوتی هست، تا زمانی که خسته برآمده آشکار عداوت و جنگ و جدال نکند، کافر است.
کفر به طاغوت ظاهر نکند، به این معنا که حکومت ضدش خسته جنگ نکند، یا در دارالکفر اگر زندگی کند عداوتش را ظاهر نکند. میگن زیرا که بغض و عداوت محلش اصلش قلب است، ظاهر کردنش حالتهای خود و شرط و شرایط خود دارد. اینها میگن که نه، باید ظاهر کنید، نه کفر است. چهارمین عقیده این خوارج این است که تکفیر میکنند هر کسی را که عینی هر یک مرتدین را تکفیر نکرده باشد. یعنی معنای سخن چیست؟ شاید این جمله ما رو نفهمیده باشید. یعنی خوارج ها تکفیر میکند انسان را به خاطر اینکه هر یک آدم را نام به نام تکفیر نکرد. بعضی از مرتدین است که مردم نمیشناسند، بعضی از مرتدین است که نمیشناسیم. ما منهج داریم که هر کسی که به فلان فلان نواقض واقع شد مرتد است. بعضی ها را شناختیم و دیدیم و تکفیر کردیم. بعد از معرفت الحال انسان باید تکفیر کند. معرفت الحال نداشته باشد تکفیر نکرد، یا معرفت الحال که نداشت بعضی از مشکلی ها توقف کرد و غیره، در این حالت اما در نزد خوارج تکفیر میشه. پنجم عقیده خوارج ها این است که هر کسی که به جماعت آنها بیعت نکرد، به مذهب آنها بیعت نکرد، او کافر است. البته نمین منهج خوارجی است. ببینید بارک الله فیکم، ما مسلمانیم. وقتی که ما گفتیم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، کفر بالطاغوت، ملت ابراهیم، برات از کفار و مشرکین، تکفیر مشرکین، ایمان بالله، شروط ارکان و شروط لا اله الا الله به جا آوردن، اینها انسان را مسلمان میکند. همین مسلمان بعضیش شاید در بعض جماعت باشد، بعضیش در جماعت نیست، بعضیش آزاد گشت است. آیا یک انسانی که در جماعت نیست کافر است؟ در نزد خوارج هر کسی که به جماعت اونها نباشد کافر است. بله تو باید باشید، جماعت حق باشد هم، بیعت واجب گفته شود هم، اگر کسی از سبب بعضی از شک و شبهه، بعضی بی علمی، نفهمیده، ندانسته مثلا از این جماعت حق دور باشد هم، اینه هیچ کس حق ندارد که کافر بگوید. اما امروز آنها غلو کرده، هر کسی که همراه اونها نیست کافر میگه. و این عقیده قریب که در همه جماعت است. حالا ببینید من یگان جماعتی رو ندیدم که همراه خودش نبوده رو تکفیر نکنه. هر کسی که با ما نیست کافر است میگه. والعیاذ بالله. ما نباید این چنین باشیم. ما مذهبمون اهل سنت و جماعت است. قرآن و سنت فهم سلف این امت. هر کسی که در مذهب اهل سنت و جماعت نباشد، قرآن و سنت فهم سلف این امت نباشد، این گمراه است. بله بعض این مبتدی است، به بعضش کافر است. مرجعه ها، مبتدی، جهمی ها، کفار و غیره. اما هرگز همین اهل سنتی که پیرو قرآن و سنت فهم سلف این امت هستند، به خاطر یگان جماعت هیچ حق ندارد که تکفیر کند. تو در فلان جماعت نیست. اما خوارج مسلمان را به خاطر اینکه به جماعت اونها بیعت نکرد تکفیر میکرد. انمین است مشکلی. آیا در قرآن آمده، آیا در سنت آمده که به فلان جماعت تو باید بیعت کنی؟ اگر در قرآن آمده باشد و نکردی کافر میشی، اما در قرآن آمده است. برای همین به خاطر یک چیز تکفیر شوی که در قرآن و سنت نیست، مناط نیست، این غلو است و این مذهب خوارج است. و این چنین بعضی ها کسانی که در میدان های جهاد هستند در یک مسئله خیلی نازک به غلو می روند و این هم به یکی از انمین غلوی که عاقبتش به خوارجی برده می رسند. اگر همون مردم اهمیت ندهند. این کدام مسئله است؟ مسئله فرق نکردن بین جنگیدن با مرتدین و جنگیدن با
بوغات. یعنی یک حکومت مسلمانی در بعض حالت به کفار اصلی می جنگد، در بعض حالت به مرتدین می جنگد، در بعض حالت به بوغات می جنگد. مرتد دیگر است، حکم کفار یعنی احکام مرتدین دیگر است، احکام کفار اصلی دیگر است و احکام بوغات دیگر است. بوغات این کسانی هستند که مسلمانند اما شما به اونها می جنگید، بین همدیگری جنگ می شود، از هر دو طرف کشته می شود در حالتی که هر دو طرف مسلمان است. یعنی جنگ کردن یک اکبر معناش اینه که تکفیر کردن باشه. بعضی از انسان ها همین نمیفهمند، فکر میکنند که هر یک جنگ این تکفیر است. جنگ کردن از این مراد که تکفیر کردن است میگن و بوغات رو هم تکفیر میکنند و در نزد بعضی انسان ها مثلا من خوارج ها بوغات وجود نداره، بوغ وجود نداره. الله در قرآن میگه که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم وإن بغت إحداهما على الأخرى إلى أمر الله. اگر دو طائفه از مؤمنان مسلمان ها با همدیگر جنگ بکند، بین هر دوی این طائفه اصلاح کنید. چگونه اصلاح کنید نگفت، البته اصلاح به چیزی حرام نمیشد، اصلاح کنید به اجتهاد اصلاح کنید. چگونه اصلاح کردن مسکوت عنه است. و در وقت اصلاح از همین دو طائفه مسلمان ها یکیش از صلح دست کشد، صلح را نخواهد، همین باقی است. همین صلح نخواسته را زنید بجنگید تا اینکه به امر الله صدر کند. به امر الله یعنی صلح. یعنی ببینید مسلمان به مسلمان جنگ میکند، جنگیدن مسلمان به مسلمان کفر است اما کفر اکبر نیست. وقتی کفر است اما در بعضی حالت خطاگی اجتهاد، یعنی بعضی مسلمان ها از بوغات شده جنگ کردنشون ممکن است. خوارج ها فرق نمیگذارند بین بوغات و بین مرتدین. معامله که به بالای مرتدین میکنند به بالای یک مسلمان بوغات سرکش میکنند. معامله مرتدین را به بالای مسلمان بوغات میکنند از سبب جهالت با بالاخره. هفتمین اعتقاد خوارج های جدید همین است که موانع التکفیر را، شروط التکفیر و موانع التکفیر را اصلا به اعتبار نمیگیرند. در نزد این خوارج ها موانع التکفیر وجود ندارد و شروط التکفیر وجود ندارد. حتی در مسائل خفی اگر نظر کنیم موانع التکفیر است، در نزد ما، در نزد اهل سنت و جماعت، العذر بالجهل یکی از موانع التکفیر است در نزد ما. اما ما میگوییم که در قرآن و سنت انا همین عذر بالجهل، عذر دادن به جهل در مسئله اصول دین ثابت نیست. یعنی جهل در مسائل کفر اکبر و شرک اکبر عذر نیست. جهل در مسئله توحید عذر نیست. جاهل مانند از توحید عذر داده نمیشه، کافر است. جاهل از توحید کافر است، جاهل به الله کافر است، جاهل به کفر بالطاغوت کافر است، جاهل از کفر شرک و ترک کفر شرک کافر است. هر کسی که شرک اکبر کفر اکبر میکند کافر است. جهل در مسئله نواقض الاسلام عذر نیست که دهگانه است و جهل در مسئله اصول دین عذر نیست. اما میگوییم که همین جهل مانع از موانع التکفیر در مسائل خفی است، چیزی که سلف صالح بیان کردند به مانند امامنا محمد بن ادریس الشافعی رحمه الله در کتاب رساله و کتاب که العلم علمان، علم دو علم است. علمی که در این علم جهل عذر نیست به مانند اصول دین، اما علمی که دوم قسم علم که جهل عذر است به مانند بعضی از جزئیات یا بعضی از صفات خبری که بعضی آدم ها نمیفهمند.
آیا الله مثلا انگوش دارد، بوغم ها در انگوش دارد یا ندارد، که بعضی انسان ها نمیدارد. تا به حال ندانستن این مسئله جهلش کفر اکبر گفته نمیشه. اهل سنت مسئله بگویم ظاهر و اصولی را از مسئله خفی و فروعی جدا میکنه. خیلی که ابن تیمیه رحمه الله هم گفت جهل عذر است تکفیر کرده می شود، این در مسائل خفی هست گفت، اما در مسائل ظاهر و اصولی که پیامبر به همون آمدن، حتی یهود و نصارا می دانستند که پیامبر مخالف خود تکفیر کردن، یکتا پرستی و جهل نیست. در کتاب سارم رسول الله. اما برادران عزیز بارک الله فیکم، خیلی گفتیم این خوارج ها باشد اصلا پروای در این مسئله ندارد. مطلق جهل عذر نیست، مطلق جهل عذر نیست. در مسئله خفی هم جهل عذر نیست که تکفیر میکنه. مخالف اینها جهمی ها به مخالف خوارج ها در نزدشون جهل مطلق عذر است، هم در مسئله خفی و هم در مسئله اصول. جهمی ها به خاطر این که ما میگوییم که در اصول دین جهل عذر نیست، موانع تکفیر رو انکار کردیم. ما میگیم که ما موانع تکفیر رو انکار نکردیم، جهل موانع تکفیر است ولی در مسئله خفی است، نه در مسئله اصول. از این طرف خوارجا میگن که اصلا جهل موانع تکفیر نیست، کسی موانع تکفیر کافر است. شما عذری هستید ما رو میگن، ما به عذری میگیم که ای عذری جهلا جهل در مسئله اصل موانع تکفیر نیست، لیکن در مسائل خفی نازک دقایق موانع تکفیر است، از تکفیر بر می‌دارد. از یک طرف افراطی های غلو کرده های تکفیری موانع تکفیر نیست گفتند و جهل هر کسی موانع تکفیر گفت، حتی در مسئله خفی تکفیر کردند. از یک طرف تفریطی ها تقصیری ها جفات جهمی ها جهل مطلق عذر گفت، هر کسی در اصول دین عذر نیست گفت تکفیر کرد. خوارج من تو در خفی البته خوارج است و به خوارج غلو رفته. هشتمین اعتقاد این خوارج ها جدید تکفیر کردن به ضوابط، به نظر کردن به ضوابط تکفیر، تکفیر میکنن بدون نظر به ضوابط تکفیر. برادران عزیز البته این یک مسئله مهم است که ما پیش از تکفیر باید ضوابط تکفیر رو نظر بکنیم. ما باید بدونیم که چرا ما تکفیر کرده ایم، مناط تکفیر ما چی است، یقینا بدونیم بعد تکفیر کنیم. اول تکفیر کرد بعد از این ضوابط تکفیر گفته نگردیم. اول میبینید که یک انسان بدون اکراه رفت، شرک کفر مجمع علیه به واقع شد، عقل دارد به اختیار خودش رفت، انیق و دقیق واقع شد، بعد یک آدم معین را تکفیر میکنیم. برای همین نهمین یا بگیم فرق نگذاشتن در بین تکفیر مطلق و تکفیر معین. مطلق، حالا اینم من به شما میگم، این مسئله هم به برادران و خواهران عزیز به مانند مسئله عذر بالجهل است. ما میگیم که جهل در اصول دین عذر نیست، در مسئله خفی عذر است. این سخن ما را نه خوارج جهلا میفهمد نه جهمی های جهلا، هر دوش به ما ضد است، یک افراد یک تفرید. این چنین در مسئله فرق گذاشتن در بین تکفیر مطلق و تکفیر معین. ما میگوییم اهل سنت و جماعت در مسئله شرک اکبر و کفر اکبر، در تکفیر کسانی که به شرک اکبر و کفر اکبر مجمع علیه واقع شدن، در این تکفیر مطلق و تکفیر معین از هم دیگر جدا کرده نمی شود. ما میگیم هر کسی که به شرک اکبر واقع شد مشرک است و بعد از این یک آدم معین را دیدیم که به شی داخل شد، یقینا دیدیم که داخل شد، این آدم معین را میگیم که کافر است. البته ببینید بعد از نظر کردن به اختیار
زیرا که اکراه عذر است. اگر به شرک اکبر و کفر اکبر هم به واسطه اکراه در آمده باشد این عذر نیست، معذرت خواهی میکنم، این عذر است. برای همین هر کسی که شرک اکبر کرد کفر اکبر کرد ما نظر میکنیم که یک مسئله به آیا این شرک اکبر کفر اکبر مجمع علیه است؟ آیا این انسان اکراه بود، مکره بود یا نبود؟ مکره بود یا نبود؟ یعنی این انسان آیا مجبوری کفر اکبر شرک اکبر را کرد یا که به اختیار خودش؟ اگر یک انسان شرک اکبر و کفر اکبری مجمع علیه را به اختیار خودش بکند یقینا داخل شود، بله ما تکفیر میکنیم، جهل عذر نیست در اینجا. تأویل، تقلید، خطایی که با قصد است عذر نیست. اما این فقط در مسئله کفر اکبر شرک اکبر. اما در مسائل خفی ما در دیگر مسئله هایی که از اصول دین نیست، در مسائل واجبات، در مسائل خفی مردمه همیشه بیان میکنیم که تکفیر مطلق و تکفیر معین فرق داره. مثلا ما میگویم هر کسی که نماز را ترک کافر است، تارک الصلات کافر است. اما به نزد ما یک آدم آمد که نماز نمیخواند به سبب اینکه نو مسلمان شده تا به حال نفهمیده است که تا به حال به او حجت نرسیده است که نماز فرض است. نماز از اصل مسائل اصل دین نیست، نماز از اصل ایمان، از واجبات دین است. در مسئله نماز تکفیر مطلق و تکفیر معین فرق میکنه. یا یک کمپیری که 80 ساله و 90 ساله شده، یک پیران ساله که 80 ساله و 90 ساله شده، سخت پیران سالگی، بارک الله فیکم، به حالت رسیده که سخنی گفتهش را نمیفهمد، سخنی گفتهش را نمیفهمد، هوشش پریشان، یعنی عقلش را از دست داده. این انسان برایش نماز فرض نیست. آدمی مسئله که عقلش در جایش نیست، به مانند کودک است، بے نماز است، اما تکفیر نمیشود. یا کسی که به سن بلاغت نرسیده بے نماز است، بله جزا یا پدرش او را نصیحت میکنه سختگیری، اما تکفیر کرده نمیشه. اما و این چنین در مسئله این که یک انسانی که در نو مسلمان شده در بین کفار به وایه رسیده، از فرض بودن نماز، فرض بودن زکات و روزه و حج به خبر است، میگه که در اسلام نیست و نمیخوند، یک بار تکفیر نشد. اما ما میبینیم که هر کسی که در بین مسلمان ها میگردد، در بین مسلمان ها میگردد و بے نماز است، نماز فهمیدگی است فرض بودنشه، نفهمیده باشد هم در بین مسلمان ها گردد، نفهمیدم گفتنش عذر نیست، مسجد بود همه چیز بود فهمید، این خیلی بے نماز ها رو ما کفر بگیم. یعنی حالت دیده نمازی که در بین مسلمان است کافر است. و امروز همه بے نماز ها کافرند، زیرا که همهشون امروز در بین مسلمان ها هستند، در همه جا مسلمان هست، اینترنت هست، همه شبکه است. یا مثال دیگر در باب اسما و صفات ما میگیم که هر کسی که صفت از صفاتهای الله را تحریف کند، تعطیل کند، کفر کرده. حتی بعضی از علمای سلف صالح در بسیار مسائل این میگفتن جهمی است، یعنی کافر است، میگفتن جهمی است، با کفر واقع شده کافر است. این تکفیر مطلق است. اما یک نفر، یک آدمی که اهل سنت و الجماعت در هم عقیده است، در باب صفت دست به شبهه گرفتار شده، از سبب جهل صفت دست الله را نفهمیده و تحریف و تعویل کرده، یک بار تکفیر کرده نمیشود. بعد از قیام حجت تکفیر مطلق و تکفیر معین فرق دارد. یا در باب حلال و حرام تکفیر مطلق است، هر کسی که حلال را حرام کرد، حرام را حلال کرد میگه، این مسئله مطلق است. اما وقتی که مسئله به معین می آید، علمای هستند که از نظر اجتهاد بعض مسائل مختلفی به این مسئله داخل نمی شود. مثلا علما وقتی که در باب حلال و حرام گفت زدند،
ببینید چقدر اختلاف است. قسم یک چیز حرام میگه، قسم یک چیز حرام میگه. ببینیم که خوارج‌ها انا همین رو نمیفهمند. خوارج‌ها فرق بین تکفیر مطلق و تکفیر معین رو ندارند. یعنی چگونه که اهل سنت در مسائل اصل شرک اکبر، کفر اکبر، تکفیر مطلق و معین جدا میکنند، خوارج‌ها در مسائل خفی هم تکفیر مطلق و معین فرق نمیکنند. و مانند جهمی ها برعکس خوارج ها هستند. مطلقاً، یعنی گفتیم خوارج ها مطلقاً تکفیر مطلق و معین را انکار میکنند، همه تکفیرشون معین است. اما جهمی ها همه تکفیرشون مطلق است، تکفیر معین را انکار میکنند. و بخصوص برادران عزیز، امروز در همین زمان ما تکفیر معین، انکار تکفیر معین خیلی رشد کردگی است. علماهای فریبگر خائن برآمدند که حتی در باب شرک اکبر، کفر اکبر، تکفیر معین را انکار میکنند. بله، مثلا این خیلی است عقیده. هر کسی که شرک اکبر، کفر اکبر کرد مشرک است. هر کسی که عاذر المشرک است مشرک است. اما یک عاذر المشرک انیق و دقیق علم دارد، فهم دارد، حجت رسیده است، بیاری میگه که من تکفیر نمیکنم. در بین تاجیک هم یک چند کسایی که بعضی به پهلوی ما آمده میرفت، مدخلی های گذشته، به خاطر انمین منهج، انمین انکار تکفیر معین، و این مدخلی ها را انکار کرد. اینا مدخلی هستن. خوب است. تکفیر معین بالکل انکار میکنه. اما ما اهل سنت و جماعت میگیم هر کسی که بینماز است امروز کافر است. و یک آدم معین دیدیم بینماز است کافر است. هر کسی که شرک اکبر میکنه مشرک است. یک آدم معین دیدیم که به پای خودش به یگان اکراه شرک میکنه مشرک است. لشکران طاغوت مشرک است مثلا. اما در نزد جهمی ها این چنین نیست. اینا مسلمان هستند. زیرا که میگن که هر لشکری طاغوت کافر است، هر قبر پرست کافر است، اما آدم معینش بگن کافر نیست. یک آدم معین قبر پرست بینن نمیگن این مسلمان است. والعیاذ بالله. اما جهمی ها باشد، نه. جهمی ها در مسائل مجمع، در مسائل اصولی نه، در مسائل خفی، در مسائل مجمل هم تکفیر عین زده رفتن میگیرن. در نزد خوارج ها تکفیر مطلق معین فرقش وجود نداره. بله، بعضی حالت بعضی آدم سخن کفر میگوید، بعضی حالت بعضی آدم سخن و اعتقاد کفری میکند، اما این کفرش همان کفری بزرگ نیست که به درجه تکفیر عین رود. این کفر خفی، کفری پایانتر است که یک بار تکفیر کرده نمیشه. اما خوارج ها یک بار تکفیر میکنند. من فکر میکردم یک بار عقیده خوارج ها رو گفته فرایم به پایان میرسد، لیکن نصفش رو گفتم برادر عزیز. حالا تقریبا یک 15 عقیده دیگری خوارج های جدید موندگی است که من فکر میکنم در این حلقه گفته همیشه تمام کردن نمیتوانیم. یک حلقه دیگر میگویم و بعد از این که همه عقیده های اینها رو تقریبا 25 یا تقریبا 25-30 عقیده خوارج های جدید رو که به شما یک بار عمومی گفتیم، هر یکی اینها رو بعد از این شرح میدیم، زیاد وسیع تر کرده شرح میدیم که شما با دلیل خوارج ها، دلیل اهل سنت، رد زدن به خوارج ها چگونه همیشه بیان میدیم. یعنی منهج اهل سنت رو هم شما یک بار میآموزید. و همین القرار به پایان میرسونیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.